أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شما الحمدلله در سپاره 11 هستیم. سوره یونس. سوره یونس علیه السلام است. اول موضوع رابطه بین دو سوره را بیان میکنیم که بین سوره توبه و سوره یونس چی ارتباطات وجود داره. بسم الله الرحمن الرحیم. در ختم سوره توبه توصیف رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. در اول سوره یونس سرزنش است بر کسایی که در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شک می داشته باشه. در سوره توبه مو قسمی که حالت منافقا را بیان کرد. در این سوره حالت مردمان عصر جاهلیت که در قریشیان و مردم حبشه و مردم فارس و روم بودن، اینا را بیان میکنن. در سوره توبه صفات زشت منافقا را بیان کرد که اونا چی صفات زشت دارن. در این سوره صفات زشت مردمای جاهل بیان میکنه که اهل جاهلیت چی مشکلات دارن. چی جاهلیت قدیم است که در قبل از نبوت بود، جاهلیت معاصره که ما و شما زندگی میکنیم. ببینین که انسانهای جاهل به نزد الله چی صفات دارن. در سوره توبه براءت است از مشرکا که الله متعال گفت که الله و رسولش از مشرکا بیزار هستند. در این سوره الله امر میکنه که شما از مشرکا و کافرا و بیدینا چی کنین؟ روگردانی بکنین، اعراض بکنین. موضوعات مهمی که در این سوره هست زیاد سر سوالات تعجبی مشرکا هست، چون این سوره اکثریتش در مکه مکرمه نازل شده، آیات مکی هست و در مکه غالبا سر امو عادات جاهلیت قبل از اسلام و جاهل هایی که در مکه با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنجال بودن، زیادتر تعجبات و اشتباهات و غلطی ها و سوال های از اونها را بیان میکنه و اشتباهات از اونها را، دلایل غلط و پوچشان رد میکنه. اینجا توحید رد شرک میگه، توحید بیان میکنه در این سوره، شرک رد میکنه. و بسیاری کسا مفهوم درست شفاعت نمیفهمند. در این سوره شفاعت حقیقی بیان میشه که شفاعت حقیقی که مطابق اصطلاح قرآنی هست. چون شفاعت خب بت پرستا هم بتهای خدا شفیعا قرار میتن، میگه ما این بتهای ما شفاعت میکنه. قبر پرستا میگه اینمی اصحاب قبر ما را شفاعت میکنه. گو پرستا گوها را شفیع قرار میتن. جن پرستا جنها را قرار میتن. اما کسانی که موحدین هستن اینا شفاعتشان چه قسم است؟ در این سوره مبارکه ای را بیان میکنه. مردم تقسیم میکنه که مردم غالبا دو قسم میباشه، یا مؤمن میباشه یا غیر مؤمن میباشه. و غیر مؤمن گاهی کافر میشه، گاهی منافق میشه، گاهی مشرک میشه، گاهی مرتد میشه، گاهی به شکل از اشکال از دایره ایمان خارج میشه. همچنان در این سوره نجات موحدین که انبیا هستند، پیروانشان هستند و هلاکت کفار بیان میکنه و دلایل توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات بیان میکنه. شان نزول از این سوره چه قسم است؟ میگن شان نزولی شد که یک تعداد از مشرکین، کسانی که در قریشی ها بودن، اینا تعجب کردن از چند چیز، از 4 چیز تعجب کردن که وحی یا رسالت به بشر بیه. گفت ما قبول نمیکنیم که بشر پیغمبر باشه، باید ملائکه باشه. دومی که تعجب کردن که باز اگر وحی بر بشر بیایه چرا به آدمای بزرگ نبیایه؟ چرا به اعضای پارلمان عموم مشرکین نبیایه دارالندوه؟ چرا به او کلانایشان نبیایه که ای باز بیایه به یک انسانی که او هم یک انسان عادی بیایه که رسول الله صلی الله علیه و است؟ باز تعجب کردن که باز وحی در بین ما بر کسایی که پدر دارن و قوم دارن و بسیار امکانات دارن، ای آمد به یک طفل یتیمه که ای خودش در یتیمی بزرگ شده که این چی بر از اینا بسیار تعجب بار بود. و تعجب دیگه میکردن که
وقت بسیاریشان میگفتن که ما بمریم پس بعد از مرگ هیچ چیز نیست، یا تعجب میکردن که آیا باز دوباره زنده میشیم، باز این بر ما بشارت جنت میده و از دوزخ میترسانه. این موضوعات زیاد چی بوده امو وقتی که تعجبا را گفتن و این سخنها را میگفتن و دلایل جاهلیت میگفتن، این سوره مبارکه نازل شد تا تمام دلایل مردمای جاهلیت رد بکنه و اوصافشان را بیان بکنه که اگر کسی این صفات داشت این بفهمه که من جاهل هستم. آغاز سوره با حروف مقطعات میشه که الف لام را، تلک آیات الکتاب. الله متعال میگه تلک، آل تلک خبره چیزی که دور از گفته میشه. این آیات خب پیشروی ما نزدیک است. مفسرین کرام میگن وقتی که الله متعال عظمت چیز را بیان میکنه بر از او ضمیر بلند میته که یعنی این آیات قرآن که در لوح محفوظ است از مقام بسیار عالی آمده. و الکتاب این کتابی هست، این قرآن عظیم شان بیان میکنه که این کتاب آیات از این کتاب است که در این احکام و قوانین زندگی بشریت است. این کتاب زندگی هست. کسانی که این خاص برای مرده ها تخصیص میتن اونها قرآن نمیشناسن. این کتاب با عظمت آیات از این است، قوانین است، احکام است از جانب الله. الحکیم چی معنی؟ که الحکیم به معنای حاکم است، که این قرآن باید حاکم باشه. این باید قانون اساسی کره زمین بر مسلمان ها هست. این قانون اساسی الله که باید از این تمام قوانین گرفته شود و مطابق در روشنایی از این باید این چی شود، در روشنایی از این باید مردم زندگی بکنن. این قرآن حاکمیت بکنه و پیروان از این قرآن حکومت بکنن و مرجع حاکمیتشان باید امی باشه که قرآن است و شریعت الله است. تلک این است آیات الکتاب، آیات کتابی که الحکیم و بسیار با حکمت است که ای با حکمت حکومت میکنه. حالا الله متعال میگه هدف رسالت و انکار کافرها و دشمنی آنان با اصطلاحات کفری. قبلا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبلیغ نکرده بود، وحی برشان بیان نکرده بودن، بر رسول الله صلی الله علیه و میگفتن که تو صادق هستی، امین هستی، امانتکار هستی، طیب هستی، طاهر هستی، پاک هستی. تمام صفات خوب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میدادن. و یک درس از برای مسلمان های موحد، تا زمانی که دعوت نکنی، رای حق نگیری، کل قوم تو را دوست داره، کل مردم تو را دوست داره، بسیار صفات خوب برات میده. مجرد که رسول الله صلی الله علیه و دعوت شروع کرد، دشمنی کافرها و منافقها و مشرکین و بیدینا با دعوت است، با توحید است. وقتی که قرآن و سنت بیان کردی، دشمنی ها در مقابل تو زیاد میشه، سختی ها در مقابل تو زیاد میشه و لقب های عجیب و غریب باز بر تو میتن. او وقت ساحر میگفتن، جادوگر میگفتن، کاهن میگفتن، بعضی اصطلاحات دیگه را بیان میکردن، مجنون و دیوانه میگفتن. این اصطلاحات کلاسیک است که جاهل های کلاسیک ات اصطلاحات داشتن و جاهل های معاصر بازی اصطلاحات معاصر دارن که با تکنولوژی پیشرفته اصطلاحاتشان هم تو لوکس است. باز براتان اصطلاح تروریست میته، فاندامنتالیست میته، اکستریمیست افراطی رو براتان میته، وهابی براتان میگن، شما را از دین خارج میگن، شما را مثلا دهشتگر میگن و این اصطلاحات از اینا هست. پس آیا شما از جمله جاهلای هستین که در عقب دیگه کافرها و جاهلا برای موحدین و برای دعوتگرای اسلام و برای پیغمبر اسلام اصطلاحات زشت استعمال میکنن، و یا ای که انسانهای مؤمن و موحد هستین که شما خودتان در سختی ها قرار دارین و اصطلاحات بالای شما استعمال میشه. و اگر استعمال شود، شما از پیغمبر که در رتبه‌تان بلند نیست، از پیغمبر که در چهره‌تان زیباتر نیست، از پیغمبر که در اعضای بدنتان شرافتمند نیست، پس شما اگر هر قدر سختی ها را میبینین، خدا مقایسه بکنین با رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر سرتان ترقید به خاطر دین الله، بفهمین که شما با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک درجه نزدیک شدین. اگر یک نام سرتان گذاشته شد به خاطر دین رسول الله صلی الله علیه و سلم، بفهمین که به پیغمبر نزدیک هستین. اگر کس شما را به خاطر دینتان توهین کرد، شما در خط پیغمبر هستین. اما اگر باز خودتان در صف جاهلیت رفتین، باز در جمله ابو لهب و
ابو جهل و اینا حشر خواد شدن. الله متعال میگه اکان للناس آیا هست بر مردم عجبا تعجب بر از این مردم های جاهلیت ان اوحینا الی رجل منهم، این که ما وحی فرستادیم به شخص منهم از خودشان، از منطقهشان بود، از جایشان بود و از جمله از اینا که انسان بود. ان انذر الناس، که ما بر از چی گفتیم؟ گفتیم بخیز بترسان مردم را از عاقبت بت پرستی، قبر پرستی، شرک، کفر و بیدینی. و بشر الذین آمنوا، و بشارت بده الذین کسانی را که آمنو ایمان آوردند، ان لهم یقینا که از برشان قدم صدق، قدم راست، قدم راستی عند ربهم به نزد پروردگارشان. قال الکافرون، گفتن همین کافرای مردمایی که عصر جاهلیت بودن، ان هذا یقینا که اینمی پیغمبر که است همین محمد صلی الله علیه و سلم میگفتن لساحر مبین، یک ساحر بسیار آشکارا هست. ان ربکم، از الله متعال بیان میکنن دلایل ربوبیت و رد شفاعت قهری را. ان ربکم الله الذی، ربکم پروردگار شما الله است، الذی از ذات که خلق السماوات والارض، خلق کننده آسمان ها و زمین است، خلق کرده آسمان ها و زمین را فی سته ایام، در 6 شبانه روز. ثم استوى علی العرش، باز بعد از او استوا نمود، قرار گرفت علی العرش، بالای عرش، به مو شکل که به جلال و عظمت الله متعال شایسته هست. ما ای صفات الله متعال تعویل نمی کنیم، تشبیه نمی کنیم با استوای مخلوقات، همچنان ایره انکار نمی کنیم، بلکه ایره قبول داریم، تعویل نمی کنیم، ایره مثلا تعطیل نمی کنیم، ایره مثلا تکییف کیفیتش نمی دانیم، به خاطر از اینکه مربوط الله میشه. یدبر الامر، و ما و شما میفهمیم که وقتی از امام مالک صاحب پرسان شد که استوای عرش الله چه قسم است، گفت استوا و معناه معلوم، معنایش معلوم است، به معنای قرار گرفتن است، علو است، بلندی هست. و گفت که کیفیتش مجهول است، چرا مربوط غیب است. والایمان به واجب، ایمان به واجب است، چرا در قرآن آمده. و سؤال عنه بدعت، این مسئله زیاد بحث کردن و تحقیق کردن و در مسئله غیبی مداخله کردن چی هست، این بدعت است، ناروا هست، صحابه ای کار نکردن. الله متعال بعد از استوا بر عرش چی میگه؟ یدبر الامر، تدبیر میکنه تمام امور را، تمام حکم ها را، تدبیر کننده تمام امور کائنات الله است، خالق مدبر است. ما من شفیع نیست هیچ شفاعتگر الا من بعد اذنه، مگر بعد از اذنش. اینجاست که شفاعت کس کرده نمیتونه مگر بعد از اجازه الله. ذالکم الله ربکم، اینمی الله رب شماست، فاعبدوه، شما ایره عبادت کنین. افلا تذکرون، شما چرا ایره از این پند نمیگیرین؟ آل علما میگن شفاعت در لغت چی را میگن؟ میگه به معنای وسیله و طلب می باشه، و در عرف مردم طلب یک چیز است برای یک شخص دیگه. اما شفاعت در قرآن اصطلاح شفاعت چی است؟ میگه طلب نمودن از الله هست در بخشیدن گناه ها و خطاهای یک شخص دیگر. حالا ما و شما چند قسم شفاعت داریم. شفاعت اصلا دو قسم است، یکی شفاعت در دنیا هست، یکی شفاعت در آخرت است. شفاعت در دنیا که از 3 قسم است. یکی شفاعت جایز است. شفاعت جایز در دنیا چی است؟ که شما مثلا یک رئیس شرکت هم میشناسین، یک دوستان است و بیچاره بیکار است، میری پیش از رئیس شرکت شفاعت میکنی، میگه این جوان بسیار خوب آدم است، احسبه كذلك ولا ازکی علی الله احدا، تزکیهش من نمیکنم، الله میفهمه قلبش، لکن ظاهرا خوب آدم است، امیر اگه دمیجه دمی کار بگیری. این شفاعت چی میگه؟ شفاعت حسنه میگه که در قرآن اومده که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها. قسم دوم شفاعت حرام و ناروا هست. شفاعت حرام و ناروا چی است؟ که یک نفر مانع تطبیق حد از حدود الله میشه، مثل که اسامه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و گفت که امی کسی که زنا کرده یا دزدی کرده دستش قطع نشه. این شفاعت حرام و ناروا است. رسول الله صلی الله علیه و بسیار جگرخون شد و گفت باید این قسم شفاعت کس نکنه، شفاعت در چیزای حرام، ناروا و به خاطر منع از تطبیق شریعت الله. دیگه شفاعت شرکی و کفرآمیز است. شفاعت شرکی و کفرآمیز کدام یکی است؟ که بت پرستا پیش بت‌های خود میرفتن، قبر پرستا پیش قبرها میرفتن، باز میگفت ما میریم بر ازیا عبادت میکنیم و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفاعنا، بر از اینا عبادت میکنن، رکوع میکنن، سجده میکنن، در مقابلش گوسفند میکشن، زیر پایش مثلا سجده میکنن، نظر به نامش میبرن، باز میگه چرا این کار کردی؟ بر از این عبادت است، بر از این صدا میگه نه هؤلاء شفاعنا، یا به خاطر باز ما را در الله شفاعت میکنن. این شفاعت شرکی و کفری هست. خب
شفاعت ها مربوط میشد به مسائل که وقتی که یک انسان در دنیا میکنه. حال شفاعت در آخرت خیلی چه قسم است؟ یکی شفاعتی که در آخرت است، شفاعت منفی هست که الله قبول نمیکنه. به خاطر چی؟ اول شفاعتی است که از غیر الله طلب شود. حق شفاعت از الله است. قل لله الشفاعة جمیعا. الله میگه شفاعت کلش مخصوص الله هست. اگر باز برای کس حق داد او حق الله هست، اما اصل شفاعت حق الله هست. این باید تو به مخلوق فکر نکنی که فلانی باز میتونه که اگر الله نخوایم، باز بعض شاعرها میگه که اگر الله مرا قبول نکرد و مرا جنتی نساخت، باز ما شفیع میسازم فلانی را. نه، شفاعت حق الله هست. شفاعتی که برای غیر مستحقش طلب شود، این هم شفاعت ناروا هست. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع. الله متعال میگه برای ظالم، برای مشرک اگر کس شفاعت میکنه، این شفاعتش درست نیست، غلط است در روز قیامت. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. الله میگه اینمی شفاعتی که برای یک غیر مستحقش، یک نفر ولو که یک پیغمبر بخوای، پیغمبری نمیکنه. پیغمبر فهمید که شفاعت برای مشرک نیست، شفاعت برای مرتد نیست، شفاعت برای کافر نیست، از این خاطر هیچ شفاعت نمیکنه. و اگر کدام کسی بخوایم شفاعت یک کافر بکنه و بیدینه بکنه و مشرک بکنه که در شرک مبتلا هست، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این شفاعت منفعت نیست. شکل سیامش شفاعت طلبیدن از کسی که حق شفاعت نداره. حالا باید ما بفهمیم که یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له. شفاعت برای کسی است که الله بر از او اجازه داده شده. کسی میتونه شفاعت بکنه که برش اجازه داده شده. حالا تو هر کسی که برابر سی بتام میگیری میگه ولی بتام باز مرا شفاعت میکنه. تو خبر داری که بت در روز قیامت خودش تکت آتش دوزخ میفته، کت سنگ و چوبش در میگیره، تو اومدی که باز شفاعت مرا میکنه. یک نفر مثلا یک دیوانه هست میگه بازی شفاعت مرا میکنه. الله متعال میگه یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن. وقتی شفاعت میکنه که الله از راضی باشه و راضی له قولا، باز راضی شه از سخن گفتنش، بخی تو شفاعت بکن. نبی هست، صدیق هست، شهید هست، صالح هست، حق داشته باشن. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. کس شفاعت کردن نمیتونه. از این خاطر رسول الله صلی وقتی که شفاعت میکنه اول سجده میکنه، اذن میگیره، اجازه میگیره، بعد از اون که الله برش میگه آل بگو گپ ده، بعد از اون گپ میگه. دیگه قسم شفاعت مثبت و جایز است. شفاعت مثبت و جایز دو شرط داره. شرط اولش است که از الله طلب شود پروردگارا شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله نصیب ما بگردان. یا الله شفاعت نبیین نصیب ما بگردان، شفاعت صدیقین نصیب ما بگردان، شفاعت صالحین نصیب ما بگردان، شفاعت اولیاء الله حقیقی نصیب ما بگردان. باید از الله بخوای شفاعت. متوجه هستی؟ به خاطر از اینکه عقیده داشته باشه که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یا الله برای رسول الله صلی الله علیه و آله تو اجازه بده که شفاعت مرا هم بکنه. یا الله از من راضی شو. متوجه هستین؟ شرط دوم چی است که برای کسی باشه شفاعت بکنه که عقیده داشته باشه که شفاعت در حق از او میشه، مؤمن موحد باشه لکن گناهگار باشه. ما و شما مثلا گناهگار هستیم لکن در عقیده خود کوشش میکنیم که شرک در ذات نداشته باشیم، در صفات نداشته باشیم، در افعال الله نداشته باشیم، در عبادت الله نداشته باشیم، در شریعت الله کسر شریک نسازیم. اینی هست. این حال اقسام شفاعت مثبت که از در روز آخرت چه قسم است؟ که شفاعت عظما هست. شفاعت عظما که در روز قیامت بر رسول الله صلی الله علیه و آله داده میشه. دیگه شفاعت برای اهل جنت است. این برای عموم مؤمنا هست که مثلا برای جنتی ها رسول الله صلی الله علیه و آله شفاعت میکنه. دیگه چی است؟ شفاعت برای بعضی از جنتی هاست که درجهشان بلند شود. شفاعت چهارم برای کاکایش است که عذابش تخفیف شود. این یک استثناء هست. علما میگن اینمی شفاعت است. این کاکایش در شرک مرده لکن چون بر رسول الله صلی الله علیه و آله یک نوع برش اجازه داده میشه که در بین مشرکات تنها یگانه مشرکی که برش اجازه داده میشه او هم که از دوزخ نبره، تنها عذابش نسبت به دیگه دوزخیا تخفیف شود. قسم انجام شفاعت برای مستحقان دوزخ است از اهل توحید. میشه که بر از اونها بر رسول الله حق داده شود که و بر دیگه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین که شفاعت بکنن. شفاعت برای اهل توحیدی که به دوزخ رفتن، حالا میسوزند در دوزخ، برشان شفاعت حق داده میشه که خیر است شفاعت از اینی رو برین بکنین. باز اونا پیش الله میگن که این چی است؟ این دو شفاعت آخری که است که برای مثلا گناهکارا هست، کسایی که مستحق دوزخ هستند در دوزخ نرفتن یا در دوزخ رفتن. بازی برای نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین این برای کلشان عام هست. و دیگه شفاعت ها مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس انسان مسلمان ما میخوایم که شفاعت بخوایم برای خود، دعا میکنیم یا الله شفاعت نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و
به خصوص شفاعت رسول الله صلی الله علیه و در حق ما، پروردگار تو بر من مرا مستحقش بگردان، چون شفاعت حق تو هست. تو بر رسول الله صلی الله علیه و شفاعت مرا بده که او شفاعت مرا بکنه. دومی است که من مزنایس مسلمان باید کار بکنم که در او شرک نباشه. چرا مشرک یا کافر یا بیدین یا مرتد این مستحق شفاعت هیچ نمیشه. از این خاطر انسان مسلمان اول از الله بخواد که مستحق شفاعت بگردانشه. دوم این است که کاری را بکنه که خودش خود مستحق شفاعت بگردانه، چرا که شفاعت مخصوص مؤمنین موحد است. تا وقتی که عقیده توحیدی درست نداشته باشی مستحق شفاعت شدن نمیتونی. و این کسایی که مثلا در شرک مبتلا هستند، در بدعت ها مبتلا هستند یا خود فریب میتن نمیفهمن و میگه که والا پیش هر کس میرم این کارا میگه نکنین. الیه مرجعکم، یقینا به سوی الله متعال است مرجعکم، مرجع شما جمیعا تمامی. وعد الله، وعده داده الله متعال حقا به حق، انه یقینا که او یبدأ الخلق آغاز نموده خلقت را، ثم یعیدو دوباره اینمی خلقت بشریت دوباره اثر کسایی که میمیرن اینا دوباره زنده میکنه. لیجزی الذین آمنوا، تا الله متعال پاداش بدهد بر کسانی که مؤمن هستند و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن بالقسط، به عدالت. الله متعال یک ذره هم بالای که ظلم نمیکنه. والذین کفروا، اما کسانی که کافر شدن لهم شراب، برشان یک نوشیدنی است من حمیم، از آب جوش. آیا تنها همی است؟ میگه و عذاب علیم، و عذاب بسیار دردناک است. و عذاب علیم دردناک بما کانوا یکفرون. چرا عذاب دردناک است؟ به سبب که خودشان کافر شدن، قرآن قبول نکردن، سنت قبول نکردن، دین قبول نکردن، توحید قبول نکردن. الله متعال قدرت خود در آفرینش مخلوقات بیان میکنه. توحید ربوبیت. هو الذی، الله متعال ذات است که جعل الشمس گردانید آفتاب را ضیاء روشن، و القمر نورا و مهتاب را نور، و قدره منازل، و ایره چی کرد معین نمود بر از او منازل، لتعلموا تا بدانین عدد السنین شمارش سالها را، و الحساب و حساب را. ما خلق الله ذلك الا بالحق، تمام از را خلق نکرده الله متعال مگر به حق. یفصل الآیات، الله متعال میگه نشان میده علامات خدا قدرت خدا لقوم یعلمون، برای قومی که عالم هستن. اینجا شما سعی کنین برای آفتاب یک کلمه استعمال شده، برای مهتاب دیگه چیز قرآن استعمال کرده. اینجا اعجاز علمی ساینسی قرآن است. جعل الشمس ضیاء، ضیا میگه چی میگه و نور چی میگه. اینجا بعضی از علما میگن که ضیا که استعمال میشه روشنی اصلی است که در قرآن با کلمات سراج یا چراغ هم در آیات قرآن ذکر شده است که او روشنی خودش ذاتش می داشته باشه. مثلا چراغ خودش روشنی می داشته باشه. برای آفتاب الله متعال امیر استعمال کرده، ضیا رو استعمال کرده و سراج استعمال کرده. چراغ است یعنی خودش نور داره. اما نور که از چی هستن؟ میگن نور که است که برای مهتاب استعمال شده که مهتاب نور نداره، خودش روشنی نداره، خودش چراغ نیست، بلکه نور خود از چی میگیره؟ از آفتاب میگیره. از این خاطری کلمات علمای ساینس امروز هم کشف کردن که آفتاب خودش میدرخشه و مانند چراغ است، اما مهتاب نور خود از چی میگیره؟ از آفتاب میگیره. بسیاری از ساینسدانان وقتی که همین کسایی که کیهان نورد هستن، کسایی که آفتاب و مهتاب و زمین شناس هستن، به اساس همین آیات قرآن مسلمان شدن. گفتن والله چیزی که در قرآن از 14 سال قبل گفته شده بود و او وقت رسول الله صلی الله علیه و این مسائل ساینسی را نمیفهمید این کلام الله هست. چرا که الله متعال آنچه که 100,000 سال بعد رخ میده با 100,000 سال قبل کلش الله متعال عالم غیب و شهادت کلش میفهمه. از این خاطر الله متعال این دلیل بر چی آورده؟ برای ساینسدانا آوردن که وقت میخوانن تسلیم میشن به حقانیت قرآن عظیمشان. این فی اختلاف اللیل و النهار، دیگه از ربوبیت الله را بشناسین که الله ذات است که خالق است، روزی دهنده است، شفا دهنده است. شما این دلایل ربوبیت الله را، افعال الله را باید درک بکنین، موحد باشین، یکتا پرست باشین در ربوبیت الله. الله متعال میگه ان یقینا که فی اختلاف اللیل، در اختلاف شب و نهار و روز، و ما خلق الله، و آنچه الله متعال خلق نموده است، فی السماوات در آسمان ها خلق کرده است، و الارض و در زمین خلق کرده. لآیات، تمام از اینا چی هستند؟ لآیات نشانه های از قدرت الله هستند. برای کی؟ لقوم یتقون، برای قومی که تقوا میکنن. شما اگر درباره همین خودت در وجود تو سعی کن خون داری نه درباره وجود همین رگت بزن، یک نه رگت نزنم تا یک سوزن کم تو دکه بده، ببین که چقدر خون از پیش ازی میره. دکتر کم پیچکاری چخ میکنه اینجا، ببینیم کش میکنه شهر از خون میره. میفهمی در داخل استخوان های تو، در داخل استخوان ها
سبحان الله، فابریکه است که بر تو خون الله تولید میکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. الله میگه در خلقت آسمان ها، در خلقت زمین، آنچه که در آسمان ها است و آنچه که در زمین است، وجود خودت کلش از دلایل است برای چی؟ به وحدانیت الله و قدرت الله. ان الذين یقین داشته باشین کسایی که مردمای بیدین صفاتشون بیان میکنه، میگه ان الذين، او کسانی که جاهل هستند، از مردمای جاهلیت هستند. چی جاهلای قبل از نبوت بودن، چی جاهلای قرن 20 قرن 21 هستند. یک جاهلای چه قسم مردم هستند؟ کسانی که ان الذين یقینا کسانی که لا یرجون لقاءنا، امیدوار نیستند. لا یرجون ای لا یعتقدون، یعنی عقیده ندارن لقاءنا، لقاء و ملاقات ما را، از آخرت منکر هستند. و راضوا بالحیات الدنیا، و به زندگی دنیا راضی هستند که والا اینمی زندگی دنیاست. و اطمئنوا، و بسیار اطمینان و آرامش گرفتن بها، به زندگی دنیا که اینمی دنیا کل چیز است. والذین هم، دیگه مردمای جاهلیت کسایی هستند که بر علاوه دنیا پرستی یک صفت دیگه هم دارن که هم عن آیاتنا غافلون، که از دلایل قدرت الله غافل هستند، در دلایل قدرت الله اصلا گپ نمیزنن، فکر نمیکنن. اولئک، جزای اینمی غفلت و جزای جاهلیت چی است؟ مأواهم النار، اولئک امی گروه مردم، امی طایفه مردم، مأواهم جایگاهشان است النار، و آتش دوزخ، بما کانوا یکسبون، به سبب آنچه که اینا انجام دادن. آل ایمان سبب اعمال صالحه میشه. اگه ایمان داشته باشی تو را میکشانه به چی؟ اعمال صالحه. یک نفر نماز نمیخونه، چرا نمیخونه؟ سر ایمان خود تجدید نظر بکنه. الله میگه ایمانداری سبب تقوا میشه، سبب اعمال صالحه میشه. و باز میگه ایمان و اعمال صالحه سبب هدایت میشه. اردوش که داشتی تو هدایت شدی. باز عرصه از این سبب چی میشه؟ دخول جنت میشه. چقدر خوبش قرآن فرمول میده، میگه ان الذين امنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، بازی ایمانشان از و عمل الصالحات، به همراه ایمان خود باز اعمال صالحه کردن. باز ایمان و اعمال صالحه وقتی کردن، باز الله متعال میگه که یهدیهم ربهم به ایمانهم، باز الله متعال اینا را هدایت نصیب میکنه. توسط چی هدایت اینا را نصیب میکنه؟ توسط امی ایمانشان. برشان باز چی را میته؟ جنت را میته که تجری من تحتهم الانهار، که از زیر باغای از اینا نهرها جاری هست. فی جنات النعیم، در جنتی که بسیار با نعمت است. میگه نعمتش جنت چه قسم است؟ امیر خب بر ما تشریح کنین. بیاین رسول الله صلی الله علیه و برتان تشریح میکنه. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت که قال الله تبارک و تعالی، این حدیث قدسی میگن. حدیث قدسی است که رسول الله صلی الله علیه و میگه که الله این تو گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که جنت نعیم که از چه قسم نعمتهای جنت چه قسم است؟ امیر چه قسم مقایسه کنیم؟ اگر تو نعمتهای جنت مقایسه بکنیم، میگن نه، به این باغ و به این چیزهایی که در دنیا هست بیا مقایسه نکو. اعددت لعبادی الصالحین، الله میگه که رسول الله صلی الله علیه و میگه الله متعال میگه که ما آماده کردیم برای بنده های صالح خود. چی را آماده کردی الله؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، او چیز را میگه آماده کردیم که چشم او را ندیده، ولا اذن سمعت، گوشها هم او را نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، در قلب شما هم تو نعمت ها را الله میگه در جنت بر از اینا میتم که حتی در قلب تو هم نگشته که ات نعمت ها باشه. سبحان الله. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، باز میگه در آیت قرآن بخواین سوره سجده آیت 17 میگه که فلا تعلم نفس، نمیفهمه هیچ نفسی که ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، او چیزای مخفی هست. آل بسیاری کسا جنت میخواین بین باغ ها و هتل‌ها و هتل‌های دبی و هتل‌های امریکا و سونا و گپا تشبیه بکنه. نه، مالا عین رأت، چشم ندیده، سمعت نشنیده، و در قلبت هم خطور نکرده که این قسم نعمت ها هم وجود داشته باشه. سبحان الله. حالا این جنتی ها دیگه چی خوبی داره؟ میگه جنتی ها که از بسیار مردمای نیک هستن، صفات بسیار خوب داره که حتی در جنت هم میگه دعواهم فیها، دعای جنتی ها در داخل جنت وقتی که در بین مردم چی میشن؟ میگه در شریعت اسلامی کلمه دعا به تحلیل، تحمید، تمجید، تسبیح استعمال میشه. یعنی میگه دعا و سخن گفتن از اینا در داخل جنت چیز که حتی در جنت میگن سبحانك اللهم، پاکیست را یا الله، و تحیتهم، وقتی که با یک دیگر
احوال پرسی میکنن، یک جنتی به جنتی دیگه، ملائکه بر جنتی، الله متعال بر جنتی، کلشان چی میگن؟ سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و آخر دعواهم، و آخرین دعایشان چی است که ان الحمد لله رب العالمین، میگن حمد از ثنا هست، صفت از بر الله که این رب خلق کننده جنت است، خلق کننده نعمت های جنت است، خلق کننده چیزهایی است که او را چشم ندیده، خلق کننده چیزهایی است که گوش او را نشنیده، خلق کننده چیزهایی است که حتی در قلب من اما تو هیچ کشف نشده بود، قلب من فکر نمیکرد که تو چیزها باشه، و قلب من حتی اما تو خطور نمیکرد و در فکر من نگشته بود که تو نعمت ها باشه. الله تو نعمت ها را خلق میکنم دیگه. اما وقتی که مهلت برای مردم داده میشه، به خاطر چی؟ به خاطر رحمت الله هست. ولو یعجل الله للناس الشر، الله متعال یعجل و عاجل جزا میداد الله للناس، برای مردم الشر بدیها را، استعجالهم بالخیر، همین قسم مردم عجله میکنن در نیکی ها، لقضی الیهم، پس پایان میرسید، یعنی کارشان ختم میشد، اجلهم، تمام اجل و مدتشان ختم میشد دیگه، باز برشان وقت دادن میشه. الله متعال میگه پس چی میکنیم؟ پس میگذاریم الذین، کسانی را که لا یرجون لقاءنا، کسانی که عقیده ندارن، امیدوار نیستن به ملاقات ما، از آخرت منکر هستند، فی طغیانهم، در طغیان و سرکشیشان، یعمهون، که خوب سرگردان باشن، خوب غرق باشن، که باز روز آخرت هیچ دلیل نداشته باشن. دیگه انسان چی مشکل داره؟ میگه انسان ها مشکلشانی است که و اذا مس الانسان ضر، میگه فکرتان باشه یک صفت از صفات کی است؟ از صفات منافقین، از صفات مردمای جاهلیت است. اوشو که این صفت جاهلیت در وجود تا نباشه. مردمای جاهلیت صفت دارن، صفت شانی است که و اذا، و هنگامی که مس برسد الانسان، همین انسان جاهلی را، الضر، کدام بدی یا کدام زشتی، کدام مشکل برش پیدا شود، باز دعانا لجنبه، باز ات دست دعا را بالا میکنه، گای به پالو افتاده چیغ زده میره که مرا کمک بکن یا الله، و قایدن یا نشسته چیغ زده میره، و قایما یا ایستاده چیغ زده میره، دعا کرده میره. فلما کشفنا عنه ضره، باز وقتی که ما امی ضرر از پیش از دور بکنیم، مر کأن یدعونا، باز ات مرور میکنه مثل که از ما هیچ چیز طلب نکرده، الی در مسه، به خاطر این ضرری که برش رسیده. باز او وقتی که انکار میکنه میگه خودم عقل دارم، خودم دانش دارم، به اساس عقلم شده، به اساس از اینکه من فلسفه یاد دارم این شده، به خاطر از اینکه ما اعتماد به عقل خود کردیم، به جسم خود کردیم، به اندام خود کردیم، به فهم خود کردیم، به ساینس خود کردیم. کذالک زین للمسرفین، الله متعال میگه اینمی قسم زینت داده شده برای کسایی که مسرف هستن، اسراف کننده هستن، بی ادب هستن، جاهل هستن، ما کانوا یعملون، آنچه که عمل میکنن. الله متعال میگه که ولقد اهلکنا القرون من قبلکم، ولقد، و یقینا که اهلکنا، ما هلاک نمودیم، القرون، مردمای قرنهایی را که قبلکم، پیش از شما بودن، لما ظلموا، انهامی که اینا ظلم کردن، و جاءتهم رسلهم بالبینات، و آمد پیششان پیغمبرایشان بالبینات، با دلایل روشن، و ما كانوا لیؤمنوا، و نبودن اینا که ایمان بیاورند. کذالک نجزی القوم المجرمین، اینمی قسم مردمای مجرم مثل مردمای قرنهای سابقه باز جزا میتیم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ای مردم بازگردانیم شما را خلائف، جانشینان، فی الارض، در زمین، من بعدهم، بعد از اون مردمایی که قبل از شما هلاک شده، لننظر، تا ببینیم، کیف، ثابت کنیم، کیف تعملون، شما چه قسم عمل میکنین. آل کسایی که بیدین هستن وقتی که آیات قرآن بشنون، باز مردمای جاهلیت صفتشان چی است؟ چی میگن؟ بشناسین جاهلیت. میگه و اذا تطلع علیهم، وقتی که تلاوت شوه علیهم، بالای همین مردمای جاهلیت، چی جاهلیت قدیم باشه، چی جاهلی قرن 20 و 21 باشه، وقتی که آیات قرآن عظیمشان بالای جاهلان تلاوت میشه، بینات، با بسیار دلایل روشن، قال الذين لا يرجون لقاءنا، میگن کسانی که اونا ملاقات ما را امید ندارن، عقیده ندارن، از آخرت منکر هستن، اونا باز میگن ایتی بقرآن غیر هذا، بر ما یک قرآن بیار بغیر از این قرآنی که هست، او بدله، یا توی تبدیل بکن. چه قسم تبدیل بکن؟ او یک قرآن بر ما بیار که یگان زن همی کفر و شرک ما را هم تایید بکنه، دموکراسی ما را تایید بکنه، سکولاریسم تایید بکنه، کفریات تایید بکنه، برهنگی و بی‌حیایی زنها را برشان مشروعیت بده.
قل ما یکون لی ان ابدله، برشان بگو که ای رسول الله صلی الله علیه و آله، قل بگو برشان ما یکون شایسته نیست لی برای من ان ابدله که من او را تبدیل بکنم من تلقاء نفسی به اختیار خودم، این اتبع من نیستم که مگر که متابعت میکنم الا مگر ما آنچه را که یوحا وحی کرده میشد الی به سوی من، اینی اخاف ما خودم که پیغمبر الله هستم میترسم ان عصیت ربی اگر من نافرمانی رب خدا بکنم خودم از چی میترسم؟ از عذاب یوم عظیم که با سرمه هم عذاب امی روز بزرگ بیاید. پس من قدرت تبدیلی در قرآن و سنت ندارم، تنها وحی است که بر من میرسه، من او را تبلیغ میکنم. قل لو شاء الله، بگو برشان اگر الله میخواست ما تلوته علیکم، بالا شما را من تلاوت نمیکردم، ولا ادراکم به و شما را به او آگاه نمیساختم، فقط لبثت فیکم، شما خود دیدین که قبلا من در بین شما زندگی کردم 40 سال عمرن، یک عمر که 40 سال از در بین شما زندگی کردم و هیچ چیز نمیگفتم، نه قرآن بود نه سنت بود، چون من مکلفیت نداشتم. من قبله قبل از افلا تعقلون، پس شما چرا عقل ندارین؟ خب کار من است. وقتی که امر الله شد باز من مجبور شدم که اینمی احکام بیان بکنم، وظیفه برام داده شد. فمن پس کیس اظلم و بسیار ظالم تر ممن نسبت به او کسانی که افترا و تهمت میکنن. چه قسم تهمت میکنن؟ بر کی؟ بر الله. بسیار خطرناک است. یعنی بر الله تهمت میکنن که الله یک چیز را نگفته میگه گفته، یا الله یک حکم را نکرده این میگه کرده. سر الله تهمت میکنن، عبادت هایی که نساختن. علی الله، بر الله تهمت میکنن کذبا، به دروغ. او کذب بآیاته، یا هم تکذیب میکنن، دروغ میپندارن آیات الله را. انه یقین داشته باشین ای مسلمانان که لا یفلح المجرمون، که مجرما ابدا کامیاب نمیشن. فلسفه بت پرستا چی است؟ میگه بت پرستا دو فلسفه خطرناک دارن، بت پرست، قبر پرست. فلسفهشان چی است؟ اول فلسفه بت پرستی است که همیشه بت پرستا و قبر پرستا الله را تشبیه میکنن به پادشاه ها. میگه اینمی قسم که الله کس مثل پادشاه است، در حالی که الله متعال لیس کمثله شیء. این کفر اولشان است. دوم فلسفه بت پرستی چی است؟ که وقتی که این قبول کرد که الله مثل پادشاه است، باز میای بر تو دلیل میگه که حالا پیش پادشاه تو مستقیم رفته میتونی؟ تو میگی نه رفته نمیتونم. این از کجا پیش؟ از تشبیه. پس وقتی که پیش پادشاه نمیری، پیش کی میری؟ میری پیش اقارب پادشاه، پیش نازدانای پادشاه، پیش سکرتر پادشاه، پیش رئیس دفتر پادشاه میری، بازو عریضه تو میگیره برای پادشاه پیش میکنه. خب شما پیش از بت‌ها و پیش از قبرها چرا می؟ باز میگه یا باز عریضه ما را میگیره، یا سکرتر الله هستن، یا رئیس دفترش هستن. آل پادشاه که مرا پیش خود نمیمانه، پادشاه خود ظالم است، محتاج است، نیاز داره به این چیزا. الله متعال خود به این چیزا نیاز نداره. الله خود برای من قریب است، پادشاه خود دور است، من مجبور پیش پادشاه پیش دفترش برم. الله متعال خود پیش من من حبل الورید از شعرهای گردنم که برای من نزدیک است، با علم خود. مجرد که میگم یا الله، الله صدای مرا میشنوه. پس چی نیاز دارم که کسی دیگه با صدای را که الله میشنوه باز رو پس کاپی کنه، باز برای العیاذ بالله چیز کنه. اینا الله متعال میگه که این صفت بت پرستا و قبر پرستاست. باز میرن پیش نمی سکرتر، پیش نمی نفر، پیش نمی قبر، پیش بت میره، باز برای میگه ای بت جان، ای سکرتر جان، ای رئیس دفتر جان، تو باز این عریضه مرا برای الله بر تو سجده میکنم، بر تو رکوع میکنم، بر تو ناظر آوردیم، بر تو الوا آوردیم، بر تو دیگ آوردیم، بر تو فلانی آوردیم. این بگی باز برای چیز کن. الله متعال اینمی صفات بت پرستا و فلسفه بت پرستا اینجا بیان میکنن. و یعبدون من دون الله، و اینا عبادت میکنن غیر الله را، بت‌ها را عبادت میکنن، قبرها را عبادت میکنن، به نام از اونها نظر میبرن، زیر پای از او سجده میکنن، رکوع میکنن. او کسایی را میکنن که ما آن کسایی که امی بت‌ها و امی قبرها لا یضرهم، برشان ضرر رساندن نمیتونن، ولا ینفعهم، برشان هیچ نفع رساندن نمیتونن. دلیلشان چی است؟ باز میگن و یقولون هؤلاء شفعاؤنا، یا خود شفاعت ما را میکنن، یا خود رئیس دفتر هستن، یا خود سکرتر هستن، یا خود العیاذ بالله نازدانه و دردانه و گپا را سرش میمانن. میگن باز این گپا را این مردمای بیدین میگن که هؤلاء شفعاؤنا، اینا هستن شفاعتگرای ما هستن عند الله، به نزد الله. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برشان بگو که اتنبئون الله، آیا شما خبر میدهید به الله متعال بما لا یعلم، به آن چیزی که نمیداند، آن چیزی که الله میداند شما او چیز خبر میدین که لا یعلم، نمیداند، فی السماوات، در آسمان ها، ولا فی الارض، در زمین. شما بر الله خبر میدین چیزی که دیگران نمیفهمه، الله میفهمه.
سبحانه پاکیست برای الله متعال و تعالی و بسیار عالی مقام است الله متعال عما یشرکون از آن چیزی که اینا شرک میارن. العیاذ بالله میگه الله میگه پاک است الله از این شرکیات از اینا. الله محتاج نیست، الله مشابه پادشاه ها نیست، الله نیازی به سکرتر و رئیس دفتر نداره. الله الصمد، الله صمد از بی نیاز است. سبحانه پاکیز بر الله و تعالی و الله بسیار عالی است مقامش از این گپای لودگی که ای بود پرستا و قبر پرستا میزن. اینا چی هستن؟ اینجا میگه که ما کان الناس الا امه واحده، میگه نبودن مردم مگر یک امت بودن. الله متعال کل مردم موحد یک تا پرست یک امت خلق کرده بود، مسلمان خلق کرده بود. فاختلفوا، لکن اینی بود پرستا و قبر پرستا اختلاف انداختن. ولولا کلمه سبقت، اگر کلمه که مقرر شده بود اینمی بود، همی کلمه که مقرر بود من ربک از جانب پروردگارت، لقضی بینهم حتما قضاوت مینمود در بینشان. فیما فیه یختلفون، در آن چیزی که اینا اختلاف میکنن، بلکه الله متعال بر از اینا فرصت داده. در تقدیر امی قسم است که کل چیز برای مردم اختیار داده میشه، کس حق قبول میکنه کس قبول نمیکنه. حق بیان شده لکن کس قبول میکنه نمیکنه اختیار داده شده. و یقولون، دیگه از صفات مشکل مردم چی هست؟ و یقولون، باز یک بانه دیگه میکنن، میگن لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا یک معجزه از جانب پروردگار نمی بیارین؟ یک سند بیارین، یک معجزه بیارین. سبحان الله، قرآن قبول نداره. فقل انما الغیب لله، برشان بگو که غیب مربوط الله هست، ما در غیب دست زدن نمیتونیم. شما بخیزین، شما بخیزین یک کار را بکنین که تو بگی اینمی نفر همی شفا بتی، اگر همی شفا دادیش باز من دیگه قبول میکنم، تو اگر اینی کار کردی باز من میکنم. خودشان قصای دروغی را جور میکنن. نه فلانی شخص نابینا را بینا ساخت، تو بگی نمیساز، او قصهش دروغی از تو مطالبه میکنه. الله متعال برش میگه که انما الغیب لله، مسائل غیبی که از مربوط الله هست، بینا کردن نابینا معجزه عیسی علیه السلام بود، این معجزه را ما نداریم، این معجزه را کسای دیگه ندارن. فانتظروا انی معکم، برشان بگو خیر از شما انتظار بکشین، انی معکم، ما هم به همراه شما من المنتظرین، از جمله کسای هستم منتظر هستم که چه وقت عذاب الله می. و اذا ذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء، وقتی که ما ذقنا بچشانیم الناس مردم را رحمت، یک رحمت من بعد ضراء، بعد از کدام سختی، مستهم که برشان همی سختی رسیده باشه. اذا لهم مکر فی آیاتنا، بازی مردم برنامه سازی میکنن، اعتراض ها میکنن، بداندیشی میکنن، برنامه های عجیب غریب جور میکنن به ضد آیات ما. قل الله، بگو برشان الله متعال اسرع مکرن، بسیار در برنامه ریزی و در چاره سازی الله متعال بسیار سریع است. ان شاء الله الله متعال برنامه های شما را خنثی میکنه. این رسولنا، یقینا که فرستادگان ما، رسولای ما، ملائکه‌ای که هستند به همراه شما، یکتبون، می نویسند، نوشته میکنن، ما تمکرون، آنچه که شما برنامه ریزی میکنین، هر کاری که میکنین الله متعال او را چی میکنن. دیگه چی است؟ دیگه صفت مشرکای مردمای جاهلیت چی است؟ که فقط در مصیبت به الله رجوع میکنن. کمی سرشان سختی آمد باز الله الله میگن، الا قرآن بیار، الا قاری صاحب را دعوت بکو، الا بیاین ختم بکنین. این مصیبت که تیر شد باز خوشیایشان، الا دوله بیار، الا سازنده را بیار. میگه این صفات جاهل مردم است، منافقات، بیدیناست. هو الذی، میگه الله متعال ذاتی است که یسیرکم، شما را حرکت داده است، سیر و حرکت شما را داده، قدرت نقل و حرکت بر شما داده، فی البر، در خشکه، و البحر، و در بحر، در آبها، آبای بحرها، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی تا وقتی که شما باشین فی الفلک، در چی؟ در کشتی، و جرین بهم، همین کشتی ها در حرکت باشن به همراه شما، چی شوند؟ باز این آبه دیگه دمی جریانه که شما در جریان و حرکت هستین، بریح طیبت، باز یک باد بسیار خوبش بیاید، و فرحوا بها، باز بسیار به این باد خوبی که همت کشتی نرمال حرکت میده بسیار خوشحالی میکنن. یک دفعه جاءتها ریح عاصف، یک دفعه یک شمال تند عاصفه، چی رو میگن؟ عاصفه طوفان میگن، یک باد طوفانی بیاید. و جاءهم الموج، از پایان امواج دریا مت تیز شود دیگه، با همین شمال ها دیگه هم کشتی تاند تیز بساز از بالا و هم از پایان. من کل مکان، از هر مکان بالا و پایان کل شامت طوفان خطرناک بیان. باز دمی لحظه اینمی مردمای جاهلی که انکار از وجود الله میکنن، باز میگه و ظنوا، باز اینجا به یقین برسن که انهم احیط بهم، آلگ از چهار طرف اینمی طوفان گیر مانده، احاطه شدن. بازیا چی میکنن؟ باز دعوا الله مخلصین له الدین، باز دیگه با بسیار اخلاص دعا میکنه که یا الله ما را خلاص
باز که این کشتی ما را نجات بده، فقط ما دین تو را قبول داریم دیگه چیز قبول نداریم. باز چی میگن دیگه؟ لئن انجیتنا، اگر ما را نجات بده یا الله من هذه، از این مصیبت، لنکونن من الشاکرین، یعنی ما حتما باز می باشیم من الشاکرین. مفسرین میگن که اینجا موحدین، یعنی ما موحد و یکتا پرست می باشیم، بغیر از ذات دو به کس دیگه عبادت نمی کنیم. الله متعال میگه شما سعی کنین جاهلا باز وقتی که از مصیبت خلاص شدن، باز دیگه چی میکنن؟ وقتی که مجرده که مرده خلاص شد، دمی روز سه مرده سعی کن که باز چادرها را وسو انداختن، باز سرخی و سفید را شروع کردن، باز صف تلویزیون ها چالان شده، باز رقص اثر شروع شد. عادت مردم های جاهلیت است. فلما انجاهم، الله متعال میگه باز هنگامی که باز ما را نجات دادیم ایشان را، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، باز اینا بغاوت میکنن، سرکشی میکنن، بی حجابی میکنن، بی حیایی میکنن، در شرک ها مبتلا میشن، فی الارض در زمین، بغیر الحق بدون حق. یا ایها الناس، ای مردم، انما بغیکم، یقین داشته باشین که نتایج سرکشی شما، نتایج شرک شما، علی انفسکم، بر نفسهای خودتان هست. متاع الحیات دنیا، ای زندگی دنیا یک زندگی بسیار دنیا دنی، چی نمیگن؟ پست میگن. این دنیا که است بر شما اگرچه نزدیک است، لکن پست هم است، ضعیف هم است، مرتبهش بسیار کم است. ثم الینا مرجعکم، باز به سوی ما مرجع شما هست، بازگشت شما هست. فننبئکم، باز ما شما را خبر میکنیم، بما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما عمل کردید. آل یک مثال از زندگی دنیا را براتون میتم. چه قسم از زندگی دنیا؟ انما مثل الحیات دنیا، یقین داشته باشین که این مثال زندگی دنیا کما این مانند آب است، انزلناه، که ما او را فرستادیم، من السماء، از آسمان، فاختلط، بازی مخلوط شد، به با آن. چی نه مخلوط شد؟ نبات الارض، نباتات زمین، مما یاکل الناس، از آن چیزی که مردم میخورن، والانعام، از آن چیزی که حیوانات میخورن، حتی اذا اخذت الارض، تا زمانی که گرفت همین زمین زخرفها، زیباییش را، وقتی که باران شد دیگه خوب نباتات است و میوه ها هست و زیبایی زمین دیگه شد، و زینت، و بسیار زینت شد، مزین شد، و ظن اهلها، بازگم این مردم هایی که در زمین هستند دیگه یقین کردن که انهم قادرون علیها، ما دیگه بسیار قدرتمند هستیم، ما دیگه متخصص هستیم، مسلکی هستیم، این از زمین چقدر لوکس جور کردیم. اتاها امرنا لیلا و نهارا، یک دفعه میگم میایه برایشان امر ما، حکم ما، یا در شب میایه یا در روز. اینجا یک معجزه دیگه قرآن عظیم الشان بیان میکنن. اتاها امرنا لیلا و نهارا، یعنی الله متعال میگه که امی قیامت یک دفعه سر از اینا میایه، یا شب میایه یا روز میایه. سابق مشرکین میگفتن امی قرآن چرا نگفت که امی قیامت که است روز میشه یا شب میشه؟ قرآن چرا گفته که شب میه یا نهار میه؟ پس آن باز کشف کردن که قیامت همون لحظه که میشه در یک جای شب میباشه، یک طرف کره زمین، یک طرف کره زمین چی میباشه؟ روز میباشه. پس از این خاطر الله متعال گفت که اتاها امرنا لیلا او نهارا. فهمیدی یا نه؟ این معجزه قرآن است. او جاهلی عصر جاهلیت کلاسیک و نمیفهمیدن که زمین که است یک طرف چی میباشه؟ روز میباشه، یک طرف شب میباشه. اون میگه نه بگو که شب است قیامت یا روز است. الله متعال گفت که عطاها میاد برشان امر ما لیلا او نهارا، در شب هنگام نصف کره زمین شب میباشه، او نهارا یا روز میباشه، نصف کره زمین چی میباشه؟ روز میباشه. فجعلناها حصیدا، پس بگرداریم آن را، می حاصلاتی از اینا را، زمین از اینا را، خانه هایشان را، قصد هایشان را، عموت تکت تکه مثل که درو شده باشه، که علم تغنى بالامس، مثل که دیروز اصلا هیچ وجود نداشت. کذالک الله متعال میگه زندگی دنیای اینمی قسم است که بسیار زیبایی ها میباشه، یک دفعه سرش قیامت میایه، که این قسم باز امی کل چیز دنیای از پیشت میره. کذالک نفصل الآیات، الله متعال میگه اینی قسم ما با تفصیل بیان میکنیم آیات، دلایل قدرت و علامات و معجزات خود را، لقوم یتفکرون، برای قومی که اونا تفکر میکنن، تدبر میکنن، روشن فکر هستن، صاحب فکر و دانش و علم و منطق خوب هستن. والله یدعو الی دار السلام، الله متعال میگه شما را دعوت میکنم به دار. دو خانه هست، دار خانه را میگن، منزل میگه، جایگاه را میگن. دو جایگاه هست، یک جایگاه فانی هست، دنیا هست. اینجا که خوب خانم بسازی
سلامتی میگن. جنت که سلامتی است. وقتی که در جنت رفتی اعصابت آرام میباشه، نرمال. حالا بسیاری کسا تو میگی والا من خانه ندارم، همین خانه داشته باشم شاید اعصابم آرام باشه. دیگه نفر سوال میکنه که عزیز خانه خود دلش تک تک است. چرا میگه والا اصلا از سری خانه میگه دوست کمی خانه مرا سعی کنه که خلاق است میده بی جان معامله میکنه. اینه پس هم خانه دنیا که از دار سلام نیست. خوب پیسه دار هستی، موتر داری، به موتر هم تیر میشه، موتردار از تختافچی استاد میکنن داز از زدن کنه دواندن زیادش میکنه. دار سلام نشد. این فلانی نفر خوب رتبهش بالا رفت پوهان دکتر فلانی چی شد تقاعد. چی میکنی؟ حالا 40 سال پوره شد، 50 سال پوره شد، حال قرار اونجا افتادیم. وای چقدر زحمت کشیدی. دیگه نفر ببینی چقدر زحمت کشید کفر فلانی و بیدینی رو قبول کرد، رفت پیش امریکا و پیش فلان غلام روس شد. دیگه روسا گفت ما میریم دیگه. گورباچوف میری؟ گفت میریم دیگه، ما والا زور ما نرسید به مجاهدین افغانستان. چی میکنیم؟ میریم. سهل میکنی که دگروال بایسیکل ساز. دگروال سمین بایسیکل من خب پمپ کو. یک روز من یک کس دوستم گفتم مال بیچاره بایسیکل ساز چی شد بیش میگیرید اگر وال سوی کارو کا بگوش که بیچاره توهین میشه. گفت نه که خوب توهین شد. دگروال کمونست چی شد؟ بایسیکل پفک شد، بایسیکل پمپک نه درپا. این قسم جنرال ببینید که ایره جنرال است، خیزک زدن میره. دیگر سعی کنید که مرغ گشته، وضعیتش خراب است. پس الله میگه دار السلام کجاست؟ آخرت. والله یدعو و الله متعال شما را دعوت میکنه الی دار السلام، به مکان سلامتی که جنت الهی است، آخرت است. بر از او کار کنین. و یهدی من یشاء و هدایت میکنه هر کس را که خواسته باشه الی صراط مستقیم، بر راه راست. للذین احسنوا الحسنى، وقتی کسایی که انجام دادن الحسنى نیکی ها را چی است؟ و زیادتون و حتی بیشتر از نیکی ها، بسیار تقوا کردن. و لا یرحق وجوههم، و نمی پوشاند روحایشان را قطر سیاهی. جنتی ها روحایشان هیچ وقت سیاه نمی باشه. ولا ذلتون، و نه هم ذلت. اولایی که اینی کسایی که در روز آخرت، یعنی اگر این دو چیز در روز آخرت در چهره دیده شد بفهم که تکت تکه هستی. چرا مردمای بیدین در میدان آخرت دو علامت می داشته باشه، رویشان سیاه می باشه و ذلیل می باشه. فهمید یعنی؟ اما جنتی ها همین دو چیزا نمی داشته باشه. اولئک این مردم اصحاب الجنه، اصحاب جنت هستند، فیها خالدون. شما ایره در میدان آخرت هم میشناسین، همیشه در جنت می باشن. والذین کسبوا السیئات، اما کسایی که کسب کردن انجام دادن به اختیار خود از سیئات زشتی ها را به شرک خود مبتلا کردن، به کفر مبتلا کردن، شرک در اطاعت و حاکمیت الله کردن، قانون کمونیسم، قانون سوسیالیسم، قانون ماتریالیسم، قانون سکولاریسم، قانون داروینیسم، قانون های امریکا و اروپا و قوانین کفری و طاغوتی را یا میخواستن تطبیق بکنن. الله متعال میگه والذین کسبوا، کسایی که خودشان کسب کردن، قصدن میفهمیدن، هوشیار بودن، لکن با فهم و با درک اختیار کردن زشتی ها را. جزاء سیئت بمثلها، جزای اینمی گناه هایشان به مثل ازی برشان در روز آخرت داده میشه. و ترحقهم، و میپوشند ایشان را چی؟ ذلت. ما لهم من عاصم، بر از اینا هیچ چیز نمیباشه، بر از اینا هیچ کسی که اونا را اسمت بده، پاک بسازن، چیزشان کنن، نگهشان بدارن. که انما باز چهره هایشان چه قسم می باشند؟ میگه وقتی که به طرف چهره های سوسیالیست و کمونیست و مرتد و دهری و غلام و یا سعی کنی باز چهره هایشان را در روز آخرت میبینی که انما اغشیت، حتی مردهش که همین او میمورم که سونو چهرهش سیل کنی، اما تو چتل است، اما چهرهش چهره شهیده که سعی کنی، اما تو دمو بین تابوت شهادت، اما تو چهرهش مبارک و نورانی میباشه. اما از این مردمای بیدین چی میباشن؟ میگه چهره های از اینا در میدان حشر ات دیده میباشد که انما مثل که اغشیت پوشانده شده باشد وجوههم، روحایشان، قطعا من اللیل، مثل که با پارچه های از شب مظلما سیاه، اما تو چهرهش سیاه میزنه، تاریک هست، اما تو دیگه ور خطا هست. کجا میری؟ میگه والله تکت تکت شدم. اوه دیدی حالا؟ والا من خب بسیار سر
قرآن رشخند میدادم، سر سنت رشخند میدادم، سر لنگی رشخند میدادم، سر ریش رشخند میدادم، سر حجاب رشخند میدادم. فکر میکردم که من هستم و نیستم، پروفیسور هستم. اوه این روی چرا سیاس؟ والله روی به خاطر از این سیاس. اولایی که الله میگه اولایی که همین مردم اصحاب النار اهل دوزخ هستن، هم فیها خالدون، در همین دوزخ همیشه میباشه. و آل میگه خب باز همین رهبرایشان کت از همین معبودایشان، رهبرای سیاسی و معبودایی که یار عبادت کردن با تا و قبرها و باز خود از یا کل از این میدان یک جای میشن، روبرو میشن. بازی پیرو رهبر خود دشنام میده، رهبر پیرو خود دشنام میده و معبودایی که باطل عبادت کرده بودن، بعضی از شخصیت های خوب باز برشون میگن تو احمق هستی، من تو رو گفتم برام مسیج نکن، من تو رو گفتم به نام من نظر بکن. تو نمیخواندی که من خودم به الله سجده میکردم، به خودم به الله رکوع میکردم، من خودم لا اله الا الله میگفتم. تو باز آمدی در قبر من شمع چالان کردی و زیر پای من خود زورم نمیرسید، اگه نه تو یک سیلی میزدم که دلت از زندگی سیاه میکرد. و یوم نحشرهم، الله متعال امیر میگه و یوم، و روز قیامت روزی است که نحشرهم تمامشان حشر میکنیم، جمع میکنیم جمیعا تمامی. ثم نقول، باز میگیم للذین، بر کسانی که اشرکوا مشرک شدن، شریک نمودن، مکانکم در جایتان استاده باشین، کلتان خود مکانکم، در همینجا کلتان استاده شد، انتم شما و شرکاءکم، همون کسایی که شما شریک کرده بودین، خودتان معبودایتان. فزیلنا، پس جدایی می اندازیم بینهم در بینشان، و قال شرکاهم، باز شریکایشان میگن که ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما را عبادت نمیکردین، شما دروغگوی هستین. اینجا عبادت به معنای اطاعت. تو که مرا عبادت میکردی، تو که پیش قبر ما سجده میکردی، تو که از قبر ما بچه میخواستی، تو که از قبر ما دختر میخواستی، تو که از قبر ما مثلا کمک میخواستی، تو که زیر پای قبر ما گاو میکشتی، گوسفند میکشتی، تو اطاعت مرا نمی کردی، الله تو را تباه بکنه. تو یک دفعه کتابای مرا میخواندی که من خودم چه قسم آدم بودم. بعضی مردم به قبرهای پیغمبرها میرن، بعضی کسا به قبرهای اولیاء میرن، صفات الله را بر از اینا میتن. یا میگه شما کی اطاعت ما را میکنید؟ ما کی گفته بودیم که ما صفات الله را داریم؟ الله تباهیتان کنه. و قال شرکاهم، همی کسایی را که اینا شریک کرده بودن، باز چی میگن؟ ما کنتم ایانا تعبدون، شما ابدا شما دروغگو هستین، از ما اطاعت نکردین، ما شما را نگفته بودیم که شما صفات الله را بر ما بدین، عبادت الله را بر ما بکنین. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، باز میگه کافی است که الله شاهد باشد بین از اینا و بین از اینا. یا الله ما خود مرده بودیم، ما خود فوت کردیم، ما خود عالم برزخ بودیم، یارا نگفته بودیم که قبر ما را عبادتگاه جور بکنم، ما خود نگفته بودیم که قبر ما را. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد، گفت اللهم لا تجعل قبری عیدا، خدا یا الله قبر ما را عیدگاه نسازی که در قبر ما باز مردم حلوا توزیع کنه و میఠایی توزیع کنه و قالین پرته و این کارا بکنه. این کسایی که کارا را کردن یا خود امت من نیست، و این کسایی را که دعای رسول الله هم قبول شد، قبر رسول الله هم میگه پاره. دیگه قبرایی که گپا هست، دول است، موسیقی است، ساز است، علی فلانی هست، علی از زیر قبرش تار میگی و گرد از چرخک بزنه، قالینا رو وار کو، اینجا باز مثلا ساعتیری بکن. الله متعال بر رضا وقتی که کل از اینا رو جمع میکنه، بازی اصحاب خبر شخصیتایی که اولیاء الله هستن، بازی ها میگه سبیه کلشون دروغ میگه، هیچ طاعت از برا نکردن، ما این گپا رو نگفته بودیم. الله تو میفهمی. فکفا بالله شهیدا، کافی است که الله شاهد باشه که ما موحد بودیم، ما اولیاء الله بودیم، ما صفات الله را ادعا نمیکردیم، ما بر کس نگفته بودیم که به عوض نام الله نام مرا بگی، عوض یا الله بگو یا فلانی شخص، ما نگفته بودیم این گپ. چرا که استغاثه دعا برای الله میشه، ما نگفته بودیم در پیش قبر ما بیاد، در دیوال ما خدا بچسبان، در زیر قبر ما خدا پرتو، ما این گپا را نگفته بودیم. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، کافی است الله شاهد باشه در بین ما و در بین شما. این کنا عن عبادتکم لغافلین، یا میگن ما خود ما خبر نداشتیم که شما عبادت ما را میکردین. صاحبای قبر کسی خود عالم برزخ هستن، شهدا خود عالم برزخ هستن، و چی خبر داره که لودا آمدن در قبرهای از این چیزا را میخواین؟ میگه ما خود عبادت شما که کی کارا را میکردیم، ما خود غافل بودیم، ما خود عالم برزخ بودیم. الله شاهد است که ما هیچ نمیفهمیم شما این کارا را میکردیم، ما هیچ. هنالک الله متعال میگه در آنجا تبلو آشکار می شود کل نفس، بر هر نفسی که ما اسلفت آنچه که در دنیا عمل کرده، حق عمل کرده یا باطل عمل کرده، باز اونجا برش آشکار میشه. الله قبول نمیکنه،
آلخ که برش بگویی سر 200 نام میمانه، دعوت میزنه، دشنام میزنه، در رام که میری یک ضرر خو برات میرسه. نه دیدیش این نمیست که ما را میگه که شما رایتان درست نیست. الله متعال میگه هنالک تبلو، باز اونجا آشکار میشه کل نفس، برای هر صاحب نفس ما اسلفت آنچه که فرستاده از در دنیا عمل کردن. و ردوا الی الله مولاهم الحق، باز برگردانده میشه تمام اعمالشان بر الله پیش میشه که مولای حقیقیشان است. و ضل عنهم، و از پیشان گم میشه ما کانوا یفترون، آنچه که تهمت میکردن و کلش از پیشان کلش خلاص.